دی شکر جمپر چیزی بپوش بچه خونه جمپر داره ولی شدم مریض شدم که چی بگی جمپر داره مادر آبو بچه راستی یاد میرفته بود مادر از چی؟ یک داستانه به شما وقت یاد کنم از دیرو خدا خیلی پیش بیاره چی داستانه با؟ دیرو مادر از این راست یک کلیخی میاد رو به طرف سرا خب دیدو امی بچه ما کندر رمضان خالی گیله سکل خوش کم بزیر پای نبود امی پینکای هم بسته کرده دیدم او بر یک مسلمان خالی گوشی خود گپ میزد خب اینا همی که بیامدم یک دم گوشی از گوش مرده که چنگ زدن برفتم اینه نه خور زده میت کار نخوا بکن بابا چی میگی مادر نگه مادر ما یاد برفته بود دیرونه که بودم به شما میگفتم حتما خیالی میبینی بچه جو واخه من همین گیلک از چپان دراد شناختم هستی دمت چپان برین از این چپان شناختم یعنی خور زده میت کار بکنه کار نداره آخه مادر میفهمی همون مسلمان به دست و پا افتاده میته قیق میکشید و هر به گره شده بود همین رمضان موتور میکرد هم پشت سر سوار یک دنگامیته برفهمیته گوشی از گوش مرده که چنگ زد که حتی مر گریه گرفت تو نگفتی که بچه خاله منه مبت تشیدم مادر گفت من اول بگم مرم اول مر به زکاش میگم میگه بیا تو میشناسی خب که چی نگفتی من چی نگفتم انا مادر چیکار کنم به خدا گیلک دیگه خوب من دل پیار خو بالا بسته میکنی ما 100% مطمئنم که اون گیلک بوده خالی رمضان ببین بابا اگه یک بار دیگه این کارو بکنی گیر بیای کاش که میفته به پیار میگفتی مادر این کجا کار چه خور بگیرن اگه نه میفهمی که روی عزت ما دیگه خلاص میشه این کار خوبی نیه بابا مادر این من دی پیاخ به زمین میزنه یک روزی باشه همین تی به زکاش کنه اصلا میفهمی میگه بچه فلونی بچه خوار دیگه همین قلب خیش خوارزده شما نمیگم پیار پیار من کی برای راسته تربیه کنه برو با بچه پیاری بگه گوش پیاری خلاص کن قلم گوشی من پول نداره که من زنگ زنم به مادرم میگم از من چی نگین که او دیوانه مرتب و چک دم بگیره من میزنه هیچی نگو خب میگم از زبانی من اصلا هیچ خودی رو نگیره اصلا به تو دیدی ندیدی بفهمیدی فقط از گوش پیاری خلاص کن برای بگو خب اما گپال بگو برای بگو که اگه خوار ندیدی به خالی خوب بگو خب بفهمیدی اگه ندیدی برای پیاری حتما برای هر کدوم دیدی بگو جلوی پیار جلوی بچه بگو بگردن خدا من دیوانه شدم خب اگه نه اول زد خدا میده تو پیسه میشه نمی کارم کم بود همی گلم تو باید دادی گیلک تو هوشیاری هم نبودی نمی کار تو کم بود یا الله بیا باش بیا سلام سلام ماما اشتری خوب بخیر خوشحال سلامتی شکر زنده باشین اشتری ماما شکر چی عجب که یاد مار کردین میایین دیگه اشتر خالی هم خوبه شکر فضل خدا زنده باش چی عجب که یاد مار خیلی بار کردین میایین دیگه ماما کو بیکار نمیشه که بیام اشتر خاله شکر خوبه خوبم که جیرم خوبه باش ماما گیلک به کجایه گیلک دیوته بی کشی و گل لبزه میکنی یا تایی بخشه و حساب و برادر طول ملا میده بخو میگیره دیگه چی بزی بده کارم کنی به کار کن صبح تا شوم بیرون میشه دیگه خوبه ماما من دیروز ساعتا 2 بجه بودم ساعتا 2 بجه بود از این سرک از یک کلوکی می آمدم رو به سراخ می آمدم دیدم که همه بچه ما کندر رمضان کمش دسته همون چاق کنم همون چاقر با رمضان خالی گیلک با مسکل سوار بودن سکل خوش کمم زیر پای اینا سوار بودن من چی نگفتم برای من که گیلک با که دیدم گیلک خالی رمضان هر دو تا هم سکل ششته یک مسلمان خالی گوشی خود گپ میزد امین همی تا آیستا برتم هم سکل سوار بودن یک دمی دیدم که گوشی هم گوش همون مسلمان چند زدم بجستم بیچاره گوشی از اون گوش چند زدم ریزه بگفتم برفتم نبوده باشه گیلک بابا تو دیوانه شدی کوکو میگه نیه من باور نمیکنی گپ تو ماما جو میفهمی گیلک از چی شناختم از چی شناختی؟ از این چپن باره امیت یک چپن کلونی بباری نیه همین تو چپن کلونی که بباری هست هسته این خیلی بینی ماما جو من گیلک از این چپن شناختم این ساعتا 2 بجه بود ساعتا 2 بجه بود خالی رمضان سکر میکرد یه پشت سر سوار بود پینکای هر دو تا هم هر دو پینکای خوب بسته کرده بودن
آقا تا گوشی کم چند زن ریزه بگیره برجسته مسلمان بیچاره در سر کله خو میزد عدل به گریه شده ماما جو عدل به گریه شده بیچاره بفهمیدین؟ الان اینا اوی گله که هسته خادمی تا آدم ها بیجانشین خیلی سر کار داره ای فهمید با چی شما نکنه که ما می را بره من بفتم ما شما نه اینجی را سلام آدم ما اول بفتم مثلا ما مدر خوب بگفتم همه گپا مدر گفت اکبر برای دوماد بگو خوب کرد یعنی مدر گفت اوش رو بگیرین که از من چی نگی که عباس بریم گفته از زبونی من هیچ چی نگی خیر بینی که مور واقع کردیم ما به تو میگم هیچ چی نگی بری من نمیگم ماما جون هیچ چی نگی من گفت من احمودم گفت ما اگه با این ما مردکه اگه ما بگم کمی میشناسمیر یا نمیشناسم گفت من ما به جنجال میفتکم خوی هر دو تا رمضان گیله که هر دو تا کش میکنه بروزه راست من هیچ چی نگفتم اینقدر طلاق بگرفتم بیام آدم خوان توی چی نگو بری خوب من میرم دیگه که ایده میشه گیله بیاد میرم سلام برو منتظر بونی مدام به تهران میدیدی چی نگی من هیچ چی میگم خبر گرفتم خاطر با جنجال تیار میشه خداحافظ شما موجود خوش اومدی خداحافظ خاله هم سلام بگین و علیکم خوب ایت کارام یاد دریا خدا بچه ما کنده واه 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 خوب سرمون بلند بسته میکنی واه 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 نگیره به چی هجی تو بیا یک دفعه بخونم تو کارتا نخوابید بابا کی دخه بود؟ همین گپای که عباس گفت چپان بره و من نشینه میده نیه گیلک مرد همی کارو هسته خب معلوم میشه باشه بیا یک دقیقه چون بابا خبر خدا بیتر میفهمه بابا شیر مادر تو رمسان شیر مادر تو رمسان اینا گو به پیش تو باشه که دعتای بشه بخش میکنه یا میبانه قرار که دیگه اینا رو میفروشی به من از اون روز بیکارم بابا جان امیر رمضان به تو میگه بیا بریم همین کار کسی بیر میکنیم چرا به حرفی نمیکنی دیونی تو خره یارم تگه بچه گمید الو سلام جونم خسته نباشی فدای شما خره پس دیشون بابا هر گیلک بیامده بگیدم که چی نگفتی؟ نه هیچ چی نگفت برو صاحب که بیه خوبه بفرمایید آخه بله بابا میگم کارتو معلوم هست بابا بله کارتو معلوم هسته ها؟ چی؟ نه تی کاره نه غریبی نه هیچی دیگه تا شما تو سر کوچه ها شیشته دیگه چی کار کنم بابا؟ کو کار که ما برون کار کنیم شما کار به من بیارم پیدا کنی که بیارم یعنی شما از صبح تا شب چه کار بید؟ کی؟ تا شما گله‌بازی میکنه دیگه چیکار میکنه دیگه گله نیه گردنم بند باشه بابا اگه لنگم گله بزی کنم پس همین از صبح تا شما کجا گمی میرم به تا از او افتر میشینیم بزی چینگ از او زمین ها میشینیم به تا چینگ از او باغ میشینیم دل شما به سر نمیاد دل کی به سر نمیاد؟ دل شما به سر نمیاد اینجا از اونجی شیشته نه خب و سر تا زمین ها میریم میشینیم اول میشینیم ما آره چیکار کنم بابا؟ دیگه از خود خونه و زندگی دیگه نداری دیگه از صبح تا شب قرار سر زمین ها و باغچه ها و مردم چقدر میزنی دیگه نوش جان تو ایلا کار تا پیدا شه به فکر کارمداری شو که به خیر بلبلی به دسرم کنی تو نامزاددار کنی تو مغز ساعت خواهی ناز باید دار کنی من زنمم چه کار کنم میگو چرا میشی ایلا. در کجا نمیشی پینجه گم شده کسی به تو ندیدی چی گم شده؟ یک پینجه ای پیش شما گم شده؟ پینجه ای؟ تو ندیدی نه گردنم بند بابا اگه من اصلا لنگ به پینجه ای دیده باشه ولی ندیدی تو دیگه چی ندیدم؟ پینجه ای ندیدی نه ندید
اجازه است که تو یک تلاشی بکنم تا کیساتو رو بخورم. بابا من پینجایی برمیدنم کو بی کاغذ کارت بابا اون کیسه را بپن. نیه گردنم ببند باشه بابا اینجا تو بخور که ما بپانم کیساتو. پینجایی نیه کاکا بابا بابا شما عدل بپنی. الو 100 تا گوشی بابا خریدی؟ اینا را کجا بردی؟ اینا از رفیق منه گفتن پیش تو باشه امونه گفتن گوش کن اشته رفیقیه. بعد نکن که رفیق منه یا کجی؟ اشته رفیقیه. کی؟ اشته رفیقی که اینو به دست تو داد. بچه لالومت دوتری برای غلامت گده اون خوب. بچه لالومت دوتری. اینا به دست تو داد که چیکار کنی؟ گفتن گوش کن اما گوشی فروشی داره. میگو تو میگه الان من خبر نمیشم. بچی؟ هیچی دیگه میگه الان یعنی من پیارتونم یا تو پیار منی؟ ها؟ من پیار شما نه دیگه شما پیار منی. شما پیار منه اینا پیار شما نه. پیار تو هم هستم دیگه پیار اوه بابا. حالا گپ همه پیش کن. شما پیار منه آفرین من پیار شما. و تو میگو رادم چه داری لکو؟ تو چه رادم بیجا نشینی یا نمیکنی؟ با درو ساعت 2 بیجه به سرک سرکلوخی تو گوشی ها مردم از سر گپ میزنن سر دست اینو میچی داری مردی نفر؟ بچه لفتم. یعنی تو میگی من خبر نمیشم. سکیل رم تیز گاز داریم برفتی. تو هم فکر نمی کنی که تو ببرم بولیس ولی مرکش کنم به می ریش سفید بگم همین پیار دوزه این گپ را میفهم یا نه؟ این گپ را میفهمی؟ بابا گردنم بابا میفهم یا نه؟ ها؟ بابا دورو چی بکاره؟ آخه کی گفته بابا تو میگه الان من خبر نمیشم اینا را کجا آوردی؟ اینا رفیق منه گفتن گوش کن که گم رفیق تو کنم تا سر تو زن میده اینا رفیق منه گفته بابا تو اما خود کلگندی خو میگی باید یه میزنی تو بده چی کرد داری؟ خب من چه خبر دارم بابا با کجا من یاد دارم بیام گوشی از هر کیسا من کدوم خود ترمم چیزا سعی کنم ابری انسان پاک ببردیم من نگفتم بابا چه کار میکنی تو؟ تو تاشون برادم بچه ها بیجانشین بدم همین دار میادم تا کسی تو این سوال تو تلاشی کنن تا کسی تو در میکنم میبرم تو رو اسرائیلی میبرم تا خدا نترسیدی بریش سفیدم وای نکردی تا بکی ببو تو بکن تا بکی ببو تو نصیحت کنو اما بچه ما مکنده بی بابا سر تو بچه ما کندل بخوره الله تو مزد فکر میکنی یا نمیکنی؟ دیگه نمیرم بابا بچه ما مکنده نمیرم از اون بودنگیه برای سکیل از من تو بجو پاک بیلا راست میگه بابا پاک هم نصیحت بره راست میگه بابا خیلی بابا هر چه که نصیحت کن نصیحت هم سر دیوار میشه بابا بد کردم بخی ببرک اینا کجا بابا از کی سین اینا من میشه با جرم دوست بگیرم اینا من چکار کنم میشه بابا من با جرم دوست بگیرم تو با جرم من میگیرم تو من با جرم دوست میگیرم تو را ببرم بولیسویلی ببرم بابا این ببری. ببرم بولیسویلی چی بگم بابا به خیالم بد کردم به خیالتون به بد کرد یا بابا ببری. یعنی من ببرم بولیس ولی به پیش رو بیارم بیجگاه که فنگ بدم به دست میبرم تو که تو مزد میفهمی وقتی ببرم بازار کسی سین رو دستی وقتی بشانیم بخیر ای خدا بابا خیره چی خیره؟ تا به کی مبزی بگم؟ خیره بابا جو خیره. تا به کی بزی نصیحت کن؟ از این کلوتری چی بسیار میده نمیشه؟ بابا خیره. یک بیعقلی بکرده خیره دیگه. شما او ببخشید